موجود اولی که میخوام بهتون معرفی کنم بومیان استرالیایی تو داستانهای خودشون میگن آقا این ترکیبی از اردک و موش آبیه. شماره 10 پلاتیپوس. اولین حیوان در لیست ما از 10 حیوان عجیب دنیا پلاتیپوسه. این موجود نوک پهنی شبیه به نوک اردک داره و به همین دلیل بهش نوک اردکی هم میگن. پلاتیپوس پاهای پره‌دار داره و عین پرنده ها تخم میذاره اما به بچه ها شیر میده. بلندی این جانور از نوکش تا دمش بین 50 تا 60 سانتی متر، وزنش هم خیلی کمه، 1 تا 2 کیلوگرم نهایتا. بعد نوک این پلاتیپوس یه سری عصبای حساس داره تو پیدا کردن غذا بهش کمک میکنه. حالا چی میخوره؟ کرم، حشره، نرمتنان، خرچنگای ریز. بعضی از جونورای آبزی هم از خوراک و تغذیه این پلاتیپوس به حساب میان. اونها خارهای شاخی بر روی مچ پاشون دارن که به غده‌ای در قسمت بالایی پاهاشون متصل میشه و اینطوری اونها رو به یکی از معدود پستاندارهای سمی در جهان تبدیل میکنه. تا اوایل قرن 20 انسان‌ها پلاتیپوس رو برای خزش شکار میکردن، اما در حال حاضر در سراسر محدوده محل زندگیشون از اونها محافظت میشه. بد نیست بدونین این پلاتیپوس به عنوان نماد هویت فرهنگی استرالیا به حساب میاد. تو دهه 1940 واسه اینکه روحیه سربازا رو تو جنگ جهانی دوم ببرن بالا، به متحداشون استرالیا پلاتیپوس زنده میدادن. شما فکر کن سرباز برای روحیت بیا پلاتیپوس زنده بگیر دسته، نه قربان میشه دستم. برگرد به دامن طبیعت، پلاتیپوسو ول کنید تو دامن طبیعت، خواهش میکنم. استرالیا و اقیانوسیه پر از این موجودات عجیب و غریبه. حالا حیوان بعدی که میخوام بهتون معرفی بکنم خیلی قیافش مظلومه، یه خزنده از همین اقیانوسیه است، ولی بعضی اوقات میتونه خیلی هم خطرناک بشه. شماره 9 مارمولک پرده‌دار. مارمولک پرده‌دار یا مارمولک گردن پرده‌دار عموماً در قسمت‌های شمالی استرالیا و قسمت‌های جنوبی گینه نو زندگی می‌کنه. این جانور به خاطر طوق پوستی و قذروفی بزرگ و پرده مانندی در اطراف گردنش به این اسم شناخته میشه. این حیوان این بخش پوستی بدنش رو در واقع تا میکنه یه جورایی. بعد اگر خطری تهدیدش بکنه یهو عین یه چتر یا مثل دهانشون رو باز میکنه و این شکلی میشه که یهو قیافه ترسناک از اون قیافه مظلومه تبدیل میشه به اون قیافه ترسناکه. مارمولک پرده‌دار بیشتر وقت خود رو روی درخت‌ها سپری میکنه. حشراتی مثل سوسک‌ها، جیرجیرک‌ها، پروانه‌ها، موریانه‌ها و لارو حشرات غذای اصلی این حیوان رو تشکیل میدن. هرچند عنکبوت‌ها و مارمولک‌های کوچکتر و باقی پستانداران کوچک رو هم به عنوان غذا مصرف میکنه. طول جانور بالغ این گونه میتونه به 85 سانتی متر برسه. نکته جالب توجه در مورد این مارمولک پرده‌دار اینه که میتونه روی 2 تا پای خودش بدوه. بعد تا سال 1991 روی سکه 2 سنتی استرالیا عکس همین مارمولک پرده‌دار، حالا نمیدونم مظلومش یا ترسناکش، نقش بسته بود. جونور بعدی که میخوام بهتون معرفی بکنم یکی از پستانداران جهانه که دندون نداره و جثه‌ش کوچیکه ها، ولی معروفه به Mother of Monsters، یعنی مادر هیولاها. شماره 8 اکیدنا یا مورچه خورک پوزه کوتاه. مورچه خورک پوزه کوتاه یا اکیدنا پستاندار بومی استرالیا و گینه نوئه. این حیوان خارهای بلند و ضخیمی پشت خودش داره که در میان این خارها هم موهای کوتاهی رشد کرده. اون دارای یک سر کوچک و یک پوزه دراز بسیار حساس هست که بهش برای پیدا کردن غذا کمک میکنه. زبون چسبناک این جونور به حدود 17 سانتی متر میرسه و موجودات کوچیکی که تومش میشن و شکارشون میکنه در واقع میچسبن به زبونش. یه چیزم بگم که اصلا هیچ نسبتی نداره
این اکیدنا با مورچه خواران واقعی قاره آمریکا. من گفتم اینو بگم که یه وقت خانواده ها به مشکل نخورن، هیچ نسبت اینا با هم ندارن. در دمای بسیار بالا یا پایین این جانور به حالتی خیره و ثابت میمونه و در برخی اوقات دمای بدنش حتی 4 درجه پایین میاد. این حیوان مثل پلاتیپوس یک پستاندار تخم گذاره و به بچه‌های خودش شیر میده. در طول زمستان استرالیا به خواب عمیق و خواب زمستانی فرو میرن و متابولیسم خودشون رو کاهش میدن تا در انرژی صرفه‌جویی کنن و با افزایش دما در فصل بهار از خواب بیدار میشن. این موجودات در سال 1 دونه تخم میذارن که بچهشون هم از همین تخم به دنیا میاد. اکیدنای تازه متولد شده فکر می‌کنی چقدره؟ اینقدر اندازه حبه انگور، ولی اینجوری نمیمونه چون این شیر مادرش خیلی مغذیه. یعنی این شیر رو که میخوره سریع رشد میکنه. میدونی چه جوری؟ جوری که 6 ماهگی مادر رو ترک میکنه و میره سراغ زندگی، مستقل میشه. اکیدنا 6 ماهگی مستقل میشه، طرف 50 سالش هنوز مستقل نشده. اینو واقعا عجیبه. تو باورای عامیانه بعضی روستاهای ماداگاسکار میگن این موجودی که الان قراره بهتون معرفی بکنم از پشت بومای کاهگلی خونه ها میرن تو، بعد اونایی که تو خونه خوابیدن رو قلبشون رو سوراخ میکنن، اینجوری میکشنشون. حالا خواهشم میکنم اسمشو شنیدید جای اینو صدا نزنید چون بقیه فکر میکنن یه اتفاقی افتاده. شماره 7 آی آی. آی آی یه نوع لموره که بومی ماداگاسکاره و بزرگترین پستاندار شبانه جهانه. یعنی زیست شبانه داره. یه آی آی بالغ معمولاً 60 سانتی متر طول و 2 کیلوگرم وزن داره. به علاوه دومی که خودش هم 60 سانتی متر طول داره. بدن اونها کاملا با خز ضخیم پوشیده شده و معمولا یه رنگ ثابت ندارن. این موجود یه روش غیر معمولی برای پیدا کردن غذا داره. روش جالب و عجیبیه که در ادامه بهتر تماشاش کنید. اون برای پیدا کردن دونه ها و حشرات به درختان، خصوصا درختانی که دارکوب ها در اون حفره ایجاد کردن، ضربه میزنه. بعد با استفاده از دندونهاش چوب رو میجوه تا سوراخ کوچیکی ایجاد کنه و انگشت میانی باریک خودش رو که خیلی هم ترسناکه در اون فرو میکنه و حشرات یا دونه ها رو بیرون میکشه. این موجودات مثل خفاش ها برای پیدا کردن راه خودشون از پژواک استفاده میکنن. متاسفانه به خاطر ظاهر ترسناکش کلا نماد شر و مرگ به حساب میاد. مردم ماداگاسکار هم میگن یه شیطان هر فرصتی پیدا بکنن اینو میکشن. بعد معتقدن اگر آی آی انگشتش به سمت کسی اشاره بکنه یعنی دیگه تمام کار این طرف، اصلا مرگش حتمیه دیگه. آی آی خب دور از جون. و اما موجود بعدی که میخوام بهتون معرفی بکنم به عنوان یه نماد فرهنگی در مکزیک هم تو نقاشی هاشون، هم تو کارتوناشون، هم تو اسکناساشون دیده میشه. شماره 6 سمندر مکزیکی یا اکسولوتل. سمندر مکزیکی یا اکسولوتل جانوری دوزیسته که به ماهی راهرونده مکزیکی هم معروفه. سمندر مکزیکی کاملا وابسته به آبه. این موجود میتونه قسمت‌های آسیب دیده بدنش رو احیا کنه یا در صورت قطع شدن اون عضو دوباره اون رو به بدنش اضافه کنه. سمندر مکزیکی خویشاوندی نزدیکی با سمندر داره. سمندر تو خشکی زندگی میکنه، سمندر مکزیکی وابسته به آبه. هر دوتاشون شش دارن، اصلا یه جوری دوگانه سوزن، یعنی هم شش دارن هم آبشش، ولی بیشتر از آبشش واسه تنفس استفاده میکنن. حالا چرا باید خودشون بپرسین. برخلاف بسیاری از گونه‌های دیگر دوزیستان، اکسولوتل‌ها برای رسیدن به بزرگسالی فرآیند دگردیسی رو طی نمی‌کنن. بزرگسال‌هاشون به جای تلاش برای ترک آب، زیر آب و با آبشش میمونن. این جاندار هر 2-3 روز یک بار به غذا نیاز داره. اون لارو وزغ، نرمتنان و ماهیان کوچک رو میخوره. سمندر مکزیکی بیشتر خاکستری و قهوه‌ایه ولی به رنگ‌های زرد، ترکیبی از سفید و صورتی و همچنین سیاه هم پیدا میشه.
این گونه در ابتدا توی دریاچه‌هایی من جمله دریاچه باستانی که در زیر مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک قرار داره کشف شد، اما الان به خاطر همین ظاهر بامزه‌اش، این بامزگی دردسر داره، به خاطر ظاهر بامزه‌اش در خطر انقراض قرار گرفت. زشت بود هیچ کی بهش کار نداشت، بامزه است منقرض میشه. یه اقوامی توی کشور کامرون زندگی میکنن. اینا اعتقاد دارن این موجودی که الان قراره بهتون معرفی بکنم از آسمون میفته، بعد اون خانواده هایی که بچه دار نمیشن اگه این موجوده رو بخورن بچه دار میشن. شماره 5. قورباغه مودار. مو و خز معمولاً در پستانداران و بعضی حشرات دیده میشه، اما به ندرت میشه دوزیست یا خزنده مودار دید. قورباغه مودار یک استثناست که معمولاً با عنوان ولورین یا قورباغه کابوس شناخته میشه. این قورباغه ها توی کامرون، کنگو، گینه استوایی، نیجریه یا حتی آنگولا پیدا میشن، اونم توی جنگل های نیمه گرمسیری و گرمسیری، توی مزارعشون، رودخونه ها، کشتزارها و جنگل ها. طول نرهای این قورباغه حدود 10 تا 13 سانتی متر، در حالی که ماده ها 8 تا 11 سانتی متر طول دارن. چیزی که این قورباغه ها روی پوست خودشون دارن مو نیست، بلکه زائده های پوستیه که خون در اونها جریان داره و به قورباغه کمک میکنه اکسیژن بیشتری جذب کنه. و وقتی قورباغه توی آبه، شکل یک آبشوش کار میکنه. خصوصا جنس نر این قورباغه که زمانی که به عنوان نگهبان تخم‌های جفتش در آب و به اکسیژن اضافی نیاز داره. این قورباغه ها یه پنجه هایی دارن مثل پنجه گرگ که میتونن جمعش کنن. اصلا برای همینه بهش میگن قورباغه ولورین. عین اون شخصیت سینمایی که هیو جکمن بازیگر استرالیایی نقششو بازی کرده. موجودی که میخوام بهتون معرفی کنم یه جوری در خطر انقراضه که روز 16 فوریه رو توی تقویم محیط زیست جهان به نامش ثبت کردن. شماره 4. مورچه‌خوار پولکدار یا پانگولین. پولک پوست، پانگولین یا مورچه‌خوار پولکدار اسامیه که به این موجودات اطلاق میشه. پولک پوست ها در مناطق گرمسیری آفریقا و آسیا زندگی می کنند. نام پانگولین از زبان مالایی گرفته شده و به معنی جمع شونده رو به بالاست، چون وقت خواب یا وقت خطر به صورت گلوله‌ای در خودشون جمع میشن. پولک پوست ها روی پوست خودشون پولک هایی از جنس کراتین دارن که تنها پستاندارانی هم به حساب میان که از این جور پولک ها روی بدنشون وجود داره. بعد این پانگولینا موقعی که بچه هستن یه فلس های نرمی روی بدنشونه که هر چقدر بزرگتر میشن اینا سفت‌تر میشن و یه شکل بشقاب مانندی به این جونور میدن. این موجودات جانورانی تکزی هستن، یعنی دست جمعی زندگی نمی‌کنن و معمولاً تنها یک فرزند به دنیا میارن. به هنگام خطر پانگولین مادر فرزندش رو به بغل میگیره و خودش رو به دور اون گلوله میکنه. پولک پوست های کودک پس از 2 سال به سن بلوغ میرسن. گونه های مختلفی هم دارن و بسته به گونه اونا ممکنه در حفره ها یا درختان توخالی زندگی کنن. این جونور شبزیه، یعنی تو شبا زندگی میکنه، از حس بویایی قوی خودش برای پیدا کردن حشرات تو شب استفاده میکنه. دانشمندان میگن که آینده روشنی نداره و اصلا کسی نمیدونه چه تعداد از این جونور الان در زمین باقی مونده. احتمالاً تعداد کمی از شما این جونور خاص رو که خیلی هم منزویه حتی تو قاب تلویزیون دیده باشین. برای هضم غذاهای سخت این جونوره 4 تا معده داره. شماره 3. اوکاپی یا زرافه گردن کوتاه.
هرچند بدن راه این جانور به گورخر شباهت بیشتری داره، اما زرافه نزدیکترین خویشاوند اوکاپیه. البته اوکاپی برخلاف زرافه گردن بسیار کوتاهی داره. این پستاندار بومی جنگل‌های بارانی شمال جمهوری دموکراتیک کنگو هستش و با توجه به نابودی زیستگاهش و همینطور شکار بی‌رویه در خطر انقراض قرار گرفته و تنها 10 تا 20 هزار تا از این جانور در حیات وحش وجود داره. طول بدن این جونور تا 2.5 متر میرسه و از شونم ارتفاعش تا 1.5 متر و بین 200 تا 350 کیلوگرم هم وزنشه. این زرافه گردن کوتاه عمدتاً روزگرده و به صورت انفرادی هم زندگی میکنه. زرافه های گردن کوتاه گیاهخوارن و از برگ و شکوفه درختان، علوفه میوه ها، سرخس ها و قارچ ها تغذیه میکنن. اونها زبانی بسیار دراز در حدود 30 سانتی متر دارن که آبی رنگ و بسیار انعطاف پذیره و با اون به آسونی میتونن برگ و غنچه ها رو از درخت ها جدا کنن. یه نکته جالبی که در مورد تغذیه این جونور وجود داره اینه که میره زغال چوب درختایی که توسط رعد و برق ایجاد شدن رو میخوره. برای چی؟ برای تأمین مواد معدنی مورد نیاز بدنش. یه چیز دیگه هم جزء تغذیهش حساب میشه، یه خاک گوگرددار نمکین سرخ که نزدیک رودخونه ها پیدا میشه. موجود بعدی که قراره بهتون معرفی بکنم تا همین قرن گذشته توی دسته‌بندی گیاهان قرارش میدادن، ولی بعدن که متوجه شدن اینا غذاسازی نمی‌کنن گفتن نه دیگه اینا دیگه گیاه نیستن، اینا رو باید ببریم تو دسته جانوری. شماره 2 اسفنج. اسفنج یه بیمهره دریاییه که شبیه یک گیاهه اما در واقع یه جانور دریایی محسوب میشه. کلاً موجود عجیبیه. هیچ سیستم گوارشی در اسفنج وجود نداره. بدن این موجود شامل شبکه‌ای از کانال‌ها و سوراخ‌هایی که با سلول‌هایی با کارکردهای مختلف در هم آمیخته شدن. اسفنج سیستم عصبی و مغز نداره. سیستمی برای گردش خون هم نداره. حالا سوال میشه خب چجوری پس زنده است؟ این کار ببین چجوری میشه طبیعت این شکلی کار میکنه. اقیانوس، جریان اقیانوسی به همین اسفنج آب، غذا، همه چی با هم مواد غذایی میرسونه. عجب. این جانوران نه اندامی برای بینایی دارن نه اندامی برای شنوایی، اما باز هم در نمونه‌های نادر توانایی عکس‌العمل در برابر نور و روشنایی رو دارن. اگر شما یک سلول زنده اسفنج رو تو آب بندازین، هفته آینده شما به اندازه یک نخود اسفنج خواهید داشت. این امر قدرت رشد و ترمیم پذیری اسفنج رو نشون میده. اسکلت خارجی این جانوران به طور معمول از جنس آهکه. 750 میلیون سال پیش احتمالاً زمانی بود که اسفنج‌ها برای اولین بار از اجداد مشترک خود با بقیه حیوانات جدا شدند. جالبه که بدونید ما رشته دانشگاهی جدیدی داریم به اسم اسفنج شناسی. اکثر مردم اسفنج و مرجان رو با هم دیگه اشتباه میگن. این بده. دیگه برای یه بار میگیم تمومش میکنیم قضیه رو. اسفنج نرمه، مرجان سفت و محکمه. تمام. اگه بهتون بگن حشره مودار دیدید احتمالاً همتون یاد روتیلا میافتین. روتیلا نه، روتیلها منظورمه، ولی این یکی فرق داره. شماره 1 مورچه های مخملی. به طرز گیج کننده ای این حشرات در واقع زنبورهایی با نژادی متفاوت هستند. نرهای این حشره بال دارن و قادر به نیش زدن نیستن چون اصلا نیش ندارن. ماده ها بدون بال و پر و مو و بسیار شبیه مورچه ها هستن و اونهان که نیش میزنن و به دلیل نیش های بسیار دردناکشونه که معروف شدن. قدرت نیش این زنبورا به حدیه که اونا رو به عنوان قاتل گاو میشناسن. البته اشتباه نگیرید و فکر کنید که نیشش میتونه گاو رو بکشه. نه، فقط خواستن میزان دردناک بودن نیشش رو به رخ بکشن. برای همین بهش میگن قاتل گاو. بعضی از گونه‌های این زنبورها در شیلی با رنگ‌های سیاه و سفید پیدا شدن و وقتی اینها رو ببینید متوجه میشید که چرا به اونها مورچه پاندا هم میگن.
مورچه های قرمز مخملی معمولاً عمری کمتر از 1 سال دارند و در طی اون چندین مرحله زندگی از جمله کرم، لارو و شفیره رو پشت سر میذارن. این حشرات تو انواع مختلف در همه جای دنیا وجود دارن، اما بیش از 400 نوعشون رو میشه تو آمریکای شمالی پیدا کرد.